با درود. بساط نقد برنامه 27. در این برنامه میپردازم به عملکرد بوق‌های فارسی زبان خارج کشور، 4 بوق اصلی و نسبتاً پرمخاطب: رادیو فردا، صدای امریکا، BBC فارسی و ایران اینترنشنال، در این جنگ 39 روزه. اینها خب هم اخبار جنگ رو منعکس کردن، هم تفسیر داشتن، هم تبلیغات سیاسی داشتن. حالا عرض میکنم که به نفع کدام طرف، ولی در این جنگ از حیث پوشش دادن به افکار عمومی بالاخص در داخل کشور نقش قابل توجهی داشتند، چون اینترنت قطع شده بود و مردم ایران هم عمدتاً یا به صدا و سیمای نکبت یا به این بوق‌ها دسترسی داشتند. ببینیم این بوق‌ها در این دوره چه می‌کردند. اینها رو من حالا در مواردی برای اینکه روشن‌تر نقش مدیریتشون رو توضیح بدم، اینها رو بیشتر بیت می‌دونم. بیت‌هایی هستند که خب رهبرانی دارند. ما با یک بیت محمود درگیر هستیم، محمود عنایت، ایران اینترنشنال. یک بیت علی جوانمردی در صدای امریکا. بیت باسم که تقریبا با اسمش هست باسم کامل، عمدتاً کارای BBC فارسی رو مدیریت خبرش در دست ایشون هست. و بیت گلناز اسفندیاری در رادیو فردا. تیتری که انتخاب کردم مبتنی بود بر مجموعه بودجه این چند بوق و خب رقم قابل توجهی است. حالا خدمتتون توضیح میدم که چگونه به این رقم 120 میلیون دلار رسیدم. رقم قابل توجهی است. اینا در طی یک فصل هم این رو هزینه کرده باشند برای پوشش جنگ، چیزی در حدود 30 میلیون دلار میشه از اینها پرسید که این 30 میلیون دلار به کجا رفته. البته اینترنشنال بخش خصوصی است، ما در مورد بودجهشون خیلی ادعای زیادی نمیتونیم داشته باشیم، ولی در مورد ستای دیگر که دولتی هستن، چرا؟ از جیب من و شمای مالیات دهنده این پولها میرود و اینها این پولها رو در چاه فاضلاب عمدتاً میریزند. حالا اندکیش هم البته ممکنه که به خبررسانی اختصاص بده، ولی عمدتاً در چاه فاضلاب هست. یک چاه ویل اتلاف هستند این بوق‌های فارسی زبان و دورریزی. با 1/10 بودجه‌ای که اینها مصرف میکنند میشه روزانه 2-3 ساعت برنامه خبری داشت و اینها در ماهواره هم میتونن با هم شریک بشند. یک ماهواره یا دو تا ماهواره که اینا رو پخش میکنه میتونن شریک بشن. بسیار از برنامه‌هاشون هم خودشون تکراری پخش میکنن. صدای امریکا، BBC فارسی بخش قابل توجهی از برنامه‌هاش تکراریه، چون یک بار 3-4 ساعت 5 ساعت برنامه رو پخش میکنن، 2 مرتبه این رو تکرار میکنن. این رو میتونستن در یکی 2 تا ماهواره صرفه جویی کنند، داشتن 2 حالا یا فرض بگیم 3 تا کانال ماهواره‌ای و روزی 2-3 ساعت برنامه کارشون رو هم میتونستن انجام بدن و خبررسانی کنن بر اساس مقتضیات کار خودشون. بخش قابل توجهیش مهملات و لاطائلات هست، تفسیرهایی که عرضه میکنن با کسانی که مصاحبه میکنن. اینها بیشتر جنبه سیاسی داره و بر خط سیاسی خاصی درش پیش میره، جنبه اطلاع رسانی نداره. بخش عمده‌ای از مردم همین روزها من معتقد هستم که خودشون بلدن تفسیر کنن، دیگه آشنا شدند به اندازه کافی و این مفسران چیز زیادی نمیتوانند به مردم یاد بدند، مگر اینکه عده احساس کنن که با تعدادی از مفسران میتونن رابطه برقرار کنن. اونجا هم یوتیوب هست. حالا البته یه دوره‌ای اینترنت رو محدود کردن، ولی قبل از اون اینترنت، وقتی اینترنت باز بود، هم از داخل هم از خارج افراد میتونستن با کسانی رو که مفسر میدانند، بسیار از اینا مفسر نیستن، اینها رمالند، غیبگاه هستن، اونایی که حالا چه رمال هاشون میاد از کالاهاشون مصرف میکنن، میتونستن با اینها ارتباط برقرار کنن. اونهایی رو که تفسیر رو بلد هم نیستند، البته این بوق‌ها در این زمینه چیزی عرضه نمی کنند. بخش عمده آنچه که تحت عنوان تفسیر خبر، تحلیل خبر عرضه می کنند سمه.
برای اینکه توش دروغ هست، گمان زنی هست و گرایش های سیاسی خاصی هست که بسیارشون گرایش های مسمومی است. این بوق‌ها برای خودشون بیت‌ها و بارگاه‌های پرخرج و بیفایده ساختند. در اواخر دهه 90 میلادی بسیاری از مخالفان از فقدان رسانه‌های فارسی زبان در خارج کشور شکایت داشتند. اینا یک به یک اومدند در دوره‌های مختلف و به مغازه‌های بسیار گرانی برای خودنمایی و چهره‌سازی تبدیل شدند. با گسترش شبکه‌های اجتماعی عملاً نفوذ اونها رو به افول رفته، مگر اینکه اینترنت در ایران قطع باشه. اما با بستن اینترنت در داخل فضای کاری پیدا می‌کنند، در عین حال که بی‌لیاقتند، کارشون درست انجام نمیدن. بودجه سالانه این شبکه‌ها حدوداً تخمین‌هاش مشخص است. رقم‌های دقیق رو شما کمتر هر سال می‌بینید. در یه دوره‌ای چرا؟ در یه دوره‌های رقم‌هاش دقیق‌تر هم هست. مثلا رادیو فردا در یه دوره‌ای در ارقام دقیقش عرضه شده. بودجه سالانه اینترنشنال چیزی حدود 50 میلیون دلار هست. البته معلوم نیست که این بودجه حقیقتاً چگونه هزینه می شود، برای چپه یا برای راسته، چون اینترنشنال مدام راست و چپ میره. بودجه BBC فارسی چیزی حدود 20 تا 30 میلیون دلار گفته می شود که این عمدتاً سهم اصلاح طلبها و چپ هاست. این بودجه صرف اونها میشه. بودجه رادیو فردا عمدتاً سهم لابی است، دادنش دست گلناز اسفندیاری، در سال حدود 10 میلیون دلار هست و بخش فارسی صدای امریکا هم که بعد از بازگشایی دوباره به دست کردها داده شده، سهم احزاب کرد هست. نه کردها، احزاب کرد، احزاب سیاسی مثل کمله، دموکرات، غیره و غیره، همونهایی که اسلحه های امریکا رو میگیرن و غیب میشه و همونهایی که استارلینک های امریکا رو میگیرن در ایران توزیع کنن و غیب میشه، اونها این بخش فارسی صدای امریکا رو هم بهشون دادند. اتفاقا آقای ترامپ خیلی روشن همین امروز اعلام کرد این ماجرا رو 2 مرتبه که اسلحه دادیم معلوم نیست کجا رفته. اشاره کرد به اینکه اینها در کنگره قدرتمندند، لابی دارند و این لابی هست که این صدای امریکا رو به دست جماعت کرد داده و کاملا در برنامه‌ها حضور قابل توجه دارن. حالا یه 4 تا از این برام یه آدمایی میارن که بگن ما رسانه هستیم، سر وضعش رو درست کنند. خلاصه در این مجموعه ارقامی که خدمتتون هست که عرض کردم، 50 میلیون، 20 تا 30، 10 و 30 میلیون اولیش از بخش خصوصی هست، حدود 50 میلیونش، ولی بقیهش از جیب مالیات دهنده است، چیزی حدود 70 میلیون دلار. به نظر من سرقت در روز روشن. این از آنچه که اینها مصرف میکنند، در واقع اتلاف میکنند. و اما بریم سراغ هر کدوم از این 4 بیت. اول بریم سراغ بیت باسم. بیت باسم ببینیم که باسم کامل ببینیم که در این بیت در گزارش جنگ اخیر چه میگذشته. تمرکز BBC فارسی بر کشتار غیر نظامیان و زیرساخت‌ها بوده. عین غزه. چیزی غیر از این بلد نیستن. اسرائیل و امریکا رفتن اونجا که غیر نظامی‌ها و زیرساخت‌ها رو بزنن. نمونه‌هاش که اینا تمرکز داشتن مرتب در موردش گزارش دادن، مدرسه میناب که یک نفر خبرنگار مستقل رو اجازه نداده جمهوری اسلامی که بره اونجا گزارش تهیه کنه. بعد چجوری میشود گفت که این رو اسرائیل زده یا امریکا زده؟ مدرسه میناب، بعد بیمارستان، هیچ گزارشی من ندیدم، گزارش مستقلی که نشون بده که بیمارستانی زده شده غیر از ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی. میخواستن این غزه، در واقع تکرار داستان غزه است و تبلیغات. دانشگاه، 2 نقطه در علم و صنعت و شریف زده شده، هر دو ساختمان‌هایی بوده است که فعالیت‌های نظامی سپاه در اونها انجام می‌شده. هر ساختمانی که تو دانشگاه باشه که دانشگاه نیست. دانشگاه خیلی تأسیسات داره. یه جایی هست انبار مثلا لوله هاشه، کسایی که اونجا لوله کشی میکنن.
یه بخشیش هست که دستشویی داره، اینا کاری به دانشگاه نداره که هویت دانشگاهی به دانشگاه نمیده. حالا سپاه بیاد اونجا یه ساختمونی رو در اختیار بگیره، یه تعدادی دانشجو رو استخدام کنه برای که برنامه نظامیش رو پیش ببره، این دانشگاه نمیشه. BBC اصلا کاری به این حرفا نداره. بعد اینکه مناطق مسکونی رو زدند. مناطق مسکونی کی میگه؟ مناطق مسکونی BBC نشون میده که شهردار منطقه، شهردار شهر، شهردار فلان که همشون دولتی هستن، اینها میگویند که مناطق مسکونی زده شده. البته یورونیوز هم عین در این زمینه عین BBC عمل میکنه. خواهر برادر کمونیست در خدمت هم دیگه هستن، مارکسیستن، کمونیستن، ووکیستن، انواع و اقسام طیف دارن. اینها میتونن ماویست باشن، همه کفری توشون هست، از توده‌ای، فدایی، همه جور داخل اینا وجود داره. این شبکه، این بوق در واقع، شبکه خبری که نیست، بوقه BBC فارسی، به دشمنان ترامپ در این دوره، هر کسی که بوده است از ایرانی و غیر ایرانی، بهشون تریبون داده، دعوت میکنه بیان به آقای ترامپ و سیاستاش بد و بیرا بگن، بدون اینکه کسی در مقابل اونها باشه که به اینها جواب بده. قرار نیست کسی به مزخرفات دیگران جواب بده در BBC. البته گهگاه یکی دو نفرم دعوت میکنن، نباید از انصاف دور شد، یکی دو نفرم دعوت میکنن گهگاه که مواضع طرف مقابل رو دارن، برای اینکه به رؤساشون نشون بدن که نه، ما صدای دیگران رو هم منعکس کردیم، ولی وزنش کاملا فرق داره و بعد هم پاچه پاره بودنشون فرق میکنه. اونایی که علیه ترامپن اومدن فقط پاچه بگیرن. اونایی که در سمت دولت آقای ترامپ هستن معمولا هم سعی میکنن که آرامترین، غیر تهاجمی ترین افراد رو انتخاب کنن که یه وقتی مشکلی براشون به وجود نیاد، کسی حرف روشنی نزنه اونجا. مدام در برنامه‌های BBC فارسی در این طی دوره جنگ از استمرار طلبان ظاهراً کارشناس دعوت کردن، مثل آقای علی واعظ جزء مهمانان دائمیشون هست و ایشون، من نمیدونم کجا استراتژیست شده، خیلی جالب هست، در مورد جنگ، در مورد برنامه هستی، در مورد همه موضوعات به نحو استراتژیک صحبت میکنه. مصاحبه با داخلشون در این چند ماه قطع شد به دلیل توقف اینترنت. البته اگر بود، بخشی از تبلیغات سیاسی جمهوری اسلامی رو هم اون داخلی ها بر عهده میگرفتن که در این مورد چندان موفق نبودن. تبلیغات ضد اسرائیلی به وفور. بعد از دروغگویی ها البته یک اسرائیلی رو هم دعوت میکنن و او رو هم سینجیم میکنن برای نمایش دو طرفه بودن. در برنامه‌های BBC فارسی همچنان که در طول دوره‌های دیگه هیچ گونه کسی رو دعوت نمی‌کنن که اسلام گرایی رو نقد کنه، چون اسلاموفوبیا است برای BBC، اسلام هراسی ایجاد میکنه. در این دوره هم کسی نیست که به این جنگ از منظر اسلام گرایی بپردازه. اگر پیدا کردید به من هم خبر بدید. برنامه پرگار BBC در این چند ماه اصولا در این زمینه ها که میتونست البته کارهایی انجام بده، اصولا اسلام گرایی رو پرگار بیاد بررسی کنه بسیار بعید هست. تا وقتی حمله به پادشاهی است و پادشاهی خواهان هست، چه نیازی است که شما به اسلام گرایی بپردازید؟ اصولا واژه‌هایی مثل اسلام گرایی در واژه‌نامه BBC وجود نداره. اسلام گرایی و استمرار طلبی، هیچ کدوم. اگر یا عادی سازی، اگر کسی رو پیدا کردید توی برنامه BBC حتما خوب بهش بچسبید، گنج پنهانه، به زبونشون نمیاد، گویی که اصلا این عبارات جزء زبان فارسی نیست. برای BBC فارسی چه در شرایط جنگ چه در شرایط غیر جنگ، جمهوری اسلامی یک حکومت عادی است، مثل همه حکومت‌های دنیا. نه حکومت فاشیستی است، نه حکومت جباره، نه حکومت قاتله، نه 40,000 نفر رو کشته. اصولا اصلا به زبونشون نمیاد که این رقم رو بیان کنن، میگن هزاران تن میتونه 2000 هم باشه. برای BBC فارسی همچنان ایران و جمهوری اسلامی مساوی هستند. هر وقت میخوان به حکومت ارجاع بدن میگن ایران، یعنی خودشونو میزنن به حماقت. چون در برخی کشورهای غربی، مثلا در امریکا، وقتی میخوان از دولت چین یاد کنن میگن چین. حالا اشتباه میکنن، بعد میگن دولت چین، ولی خودشون میزنن به حماقت که انگار ما داریم از عرف رسانه‌های دنیا پیروی میکنیم، اونم در کشوری که هیچ نسبتی میان اکثریت مردم و حکومتش وجود نداره. میگن ایران. هنوز حالیشون نیست که ایران
هم یک سرزمینه، هم یک دولت ملته، هم یک کشوره، همه چیزا هست. البته دولت هم داره، رژیم داره، بعدم دولت داره. نتایج جنگ در لبنان رو در این دوره خب البته به دست نفیسه سپردند که کاملا یک وفاداری اصلا عجیب و غریبی این بشر به حزب الله لبنان داره. اصلا گریش در تمام ماجراهای لبنان بغضه، تمام سراسر بغضه. این بیشتر تبلیغاتچی حزب الله لبنان هست تا خبرنگار BBC در بیروت. در مورد داخل کشور هیچ گونه، بالاخره کسی به این شبکه تلفن میزنه یا نمیزنه، ممکنه پیام چیزام بفرستن، حالا داخلی ها نه خارجی ها، ایرانی ها، هیچ گونه ذکری از حمایت مردم چه داخل چه خارج از کشور از جنگ در BBC فارسی شما نمیشنوید. وجود نداره، کسی نیست که از جنگ، ایرانی وجود نداره که از این جنگ علیه جمهوری اسلامی دفاع کنه. 2 مکالمه تلفنی از مردم عادی البته میتونست اینو پوشش بده، ولی خب نه، خوششون نمیاد اینا رو پخش کنن. حد اکثر پوشش نظرات افراد مخالف جنگ در حدی است که مثلا مخالف جنگشون تا حدی پیش میرن. البته خب بسیاری از این دست و پا شکسته های ایرانی رو دعوت میکنند، ولی خیلی عجیب و غریب هست، میرن مثلا برای تاکر کارلسون که یک چهره زشت و در واقع کریهی است این روزها و از شریعت و اسلام و اینا همه دفاع میکنه، به عنوانی که چون جدا شده از آقای ترامپ اینا بهش علاقه ویژه دارن. یک گزارش تهیه کرده بودن اختصاصی در مورد تاکر کارلسون و مرتب این رو پخش میکردند. حقیقتا آقای تاکر کارلسون چه ربطی به مخاطب فارسی زبان داره؟ هیچ. فقط میخوان بگن که در امریکا یه همچین افراد ملعونی هستند که قبلا با ترامپ بودن ولی به خاطر جنگ با ترامپ در افتادن. نه، به خاطر جنگ نیست، به خاطر چیزهای دیگری است. اینا همشون تاکر کارلسون، کندس اوونز، نمیدونم این خانم مگین کلی و خیلی هاشون، اینها تعبیر خیلی خوبشون که آقای بن شاپیرو براشون تعیین کرده، اینا رو گذاشته اسمشون کلیک هور. اینا فاحشه‌های کلیکن. در گزارش ها در بیان رهیافت انتقادی BBC به دولت ترامپ ختم میشه و فراتر از اون اصلا قدم بر نمی‌داره. این آقای کلباسی هیچ وقت تناقض‌های میان سخنان مقامات جمهوری اسلامی رو کشف نمی‌کنه، اما تناقض‌های میان مثلا صحبت‌های مقامات امریکایی کاملا سریع پیدا میشه و اینها رو پست میگذارن. بسیار شگفت‌انگیز نیست، میتونستیم بگیم شگفت‌انگیزه ها، ولی نه نیست، که بوخ‌های جمهوری اسلامی به این آقای کلباسی، نفیسه، سیاوش اردلان و کسران ناجی تا این حد علاقمند هستن که پست ها و گزارش هاشون رو میگذارن. ویدیوهای نفیسه در بسیاری از سایت های داخلی دست به دست میشه. گزارش موفقیت های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بدون اشاره به بخش های چندش آورش رو مرتب شما در BBC فارسی میتونید. به ظاهرش اینه که اینا چیز دارن گزارش میدن، ولی نه، دارن همون برنامه ها رو با یک صدایی که روی اینها میاد دارن اون برنامه های تبلیغاتی رو پخش میکنند. میتونن کلا نادیده بگیرن تبلیغات جمهوری اسلامی رو، یا یک کسی رو بیارن که زیر و روش رو خلاصه برباد بده، ولی نه، یه روش یه حرفایی زده میشه که مثلا این از لگو پخش میکنه. خب حالا که مردم هم میبینن که داره با لگو درست کرده این چیز رو، تبلیغات رو. محتوای چندانی نداره، ضد تبلیغات نیست، بلکه بیشتر نشر تبلیغات جمهوری اسلامی هست. یه آقای راستی آزما دارن این آقای راستی آزماشون هم احتمالاً در بسیاری از این برنامه‌ها خوابه که دعوتش کنن بیاد راستی آزمایی کنه، به عنوان راستی آزمای مانیتورینگ BBC خلاصه ازش یاد میکنن. در بسیاری از این موارد حضور نداره. این آقای راستی آزما کجاست اصلا؟ من ندیدم تا راستی آزمایی کنه. میارنش مثل بقیه‌شون یه گزارشایی میده و میره. بلبل این تکرارها سیاوش پاچه برمالیده است که با وقاحت بیانیه‌ها و فایل‌های صوتی سپاه رو گزارش میده.
روایت BBC فارسی از وضعیت داخل همیشه این بوده است در طی ماها و بالاخص دوره جنگ که اوضاع به بدی که شما فکر میکنید نیست. این روایت BBC است. نمونهش گزارش در مورد کنسرت کینگ رام که پدرش از این محیط زیستی ها بود، کشته شد. باش مصاحبه کرده بودند و BBC مشغول پخش بود که خیلی کنسرت های موفقی داشته، 4 تا اجرا داشته، همش هم فروش رفته. اینا فقط برای عادی سازیه، چه اون کسی که به این مجوز میده، چه BBC فارسی که براش گزارش میره. BBC از گردهمایی های ایرانیان در خارج کشور از هر 20 ممکنه یکیشو پوشش بده، اونم در DC که مردم کاری به BBC ندارن. در لندن اصلا سراغ جماعت نمیره چون اونا از BBC متنفرن. اگه خبرنگار BBC اونجا بیاد خلاصه بهش ممکنه که داد و فریاد کنه، اصلا سمت اونا نمیرن. اونا هم چیزی نمیگفتن نمیرفتند، چون اینها اصولا نمیخواهند گردهمایی هایی که پادشاهی خواه درش عکس شاهزاده دارند و پرچم دارند و اینا، اونا نمیخوان گزارش بدن. در بسیاری از شهرهای اروپایی میتونن گزارش بدن ولی نمیدن. بزرگترین گردهمایی های ایرانی ها رو من ندیدم گزارش بدن. فقط در مورد این تورنتو که خیلی سرمایه عجیب و غریب بود، یک خبرنگار نسبتاً تعطیلی دارن، او رو فرستاده بودند. او هم یه جایی وایستاده بود و تعدادی رد میشدن. میتونست برداشتی که شما میکنید از اون گزارش این هست که 2000 نفر 5000 نفر اومدن، نه 350,000 نفر در سرمایه کشنده تورنتو. گردهمایی ایرانیان در لندن رو هم اصولا همونطور که خدمتتون گفتم پوشش نمیدن، چون از گرافیک ها و از شعارهایی که میدن اینها به هیچ گونه دل خوشی ندارن. خیلی طولانی شد بخش BBC. حالا بریم سراغ بیت محمود. بیت محمود یا ایران اینترنشنال. بیت محمود در این زمینه ها BBC البته فقط خدمتتون آخرش بگم که در این دوره جنگ 100% بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی بوده. اگر جمهوری اسلامی در خارج کشور به دنبال این بود که جایی براش برنامه‌های تبلیغاتی فراهم کنه و ظاهرش هم درست کنه، BBC فارسی بود. اینا در خدمت جمهوری اسلامی عمل کرد. برای همین من به اینا میگم فاضلاب. اگر اینطور نبودن خب چه ضرورتی داشت ما به اینا بگیم فاضلاب؟ ولی فاضلاب هستن. توصیفه. اینا من هیچ گونه دشمنی با BBC فارسی ندارم. یکی این که اینا دولتی هن، دارن از جیب مردم میزنن، سارقن. یکی این که جیب مردم میزنن و بعد هم زباله تحویل میدن. بنابراین میشه تبدیل به فاضلاب. خب بیت محمود تا قبل از این جنگ 39 روزه مشغول تبلیغات ضد اسرائیلی بود. چهره‌های اصلی فرهمند، مهرزاد بروجردی، نمیدونم اون یکی علی افشاری و غیره و غیره. در این دوره یه مقدار فتیله این چپ‌ها و چهره‌های مهدی گلرو، چهره‌های این فتیله اینها کم پایین کشیده شده. مشخص هست که اینترنشنال تصمیم گرفته که خیلی روی مخ مردم حرکت نکنه. مشغول دودوزه بازی هستن. یه دوره فتیله پادشاهی رو میبرن بالا، یه دوره فتیله نمیدونم چپ‌ها رو میبرن بالا، بسته به دور است. حالا نمیدونم علتش این است که میخوان در باد حرکت کنن، حزب بادن، بادسنجشونه این رو میگه، یا اختزاعات دیگری دارن. اونا رو دقیق نمیدونم که پشت تو آشپزخونهشون چی میگذره، ولی رستورانشون یه روز آبگوش میده، یه روز مثلا میبینید پلو خورشته، یه روز پیتزا میده. این خیلی قراقاتیه. یه روز پیتزا میده، یه روز هم غذای تایلندی میده. خیلی عجیب چیزای منیوشون هر روز تغییر میکنه. یه روزهایی هست که شما میبینید که اصلا یک به یک دارن پنبه اسرائیل رو میذارن. یه روزهایی هم هست که نه، مشغول کارهای دیگری هستند. فتیله خلاصه میهمانان چپشون در دوره جنگ اندکی پایین کشیده شده بود. تعدادی بودن که بوق، در واقع اینها آژیرهای چپ بودن اونجا، بوق 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 بوق، ولی اینها یه کمکی خاموش شده بود در دوره جنگ. در گزارش دادن از انصاف نباید خلاصه دوری گزید. در خبر دادن، خبرهای مربوط به بمباران‌ها و خبرهای مربوط به اعدام‌ها در این دوره ها، در دوره جنگ، بعد از جنگ، کار گزارشیش، کار خبریشون رو انجام میدن.
یعنی در اون بخش‌های خبری 4-5 دقیقه‌ای که پخش میکنن بخش عمده‌اش خبر هست. ولی وقتی وارد تفسیر میشید اونجا تبدیل به زباله‌دونی میشه. اونجا هاست که میسازن در سایتشون هم اون چیزهایی که تحت عنوان خبرهای اختصاصی عرضه میکنن همش ماتحت نیوزه، ساختگیه. منابع مطلع به ما اینا رو گفتن، اینا همه دروغ‌های باورپذیر هست. یه دستن اونجا میدونن داخل چی میگذره، بعد اختلاف درست میکنند، خبر درست میکنند، داستان درست میکنند، بلدن. به من اگر تحویل میدادن من روزی 5 تا از این خبرهای اختصاصی براشون درست میکردم، چیزایی که معلومه که اون داخل چی داره میگذره. میتونید با حدس و گمان، شما اطلاعات قابل توجه دارید از پس زمینش، بر اساس اقتضاعات روز که چی مورد توجه مردم. امروز دعوای قالیباف و وحیدی را بندازید، پس فردا دعوای قالیباف و پزشکیان را بندازید، کاری نداره که. همینطور میتونید خلاصه بگید اختلاف هست، این علیه اون اینو گفته، اونم علیه اون اینو گفته، منابع مطلع به ما اینا رو خبر دادن تو سایتش عمدتاً. بعدم این میاد تبدیل میشه به موضوعات اصلی برنامه‌های مجتبی پورمحسن، رمال اعظم، مراد ویسی، یه بخشش هم این آقای مهدوی آزاد تو برنامه خودش چشم‌انداز پخش میکنه. برنامه‌های تفسیریشون زباله‌دونیه، فرق زیادی نمیکنه، چه از اون آقای قاضی زاده چه غیره. عمدش ساختگی، گمان زنی است، مهملاته. اون بخشش که شاید در داخل کشور به مردم تا حدی بتونه کمک بکنه، هم برنامه‌های خبری 4-5 دقیقه‌اش اونجا خیلی نمیتونن مانور بدن، باید خبرهای روزو بدن. رمالهاش البته چه قبل این در 1-2 سالی هست که اصلا کارشون این هست، یا در مورد جنگ صحبت میکنن یا سقوط. موضوعات جذابی است، مردم نیاز دارن به این قرص‌های روان درمانگر، اینها هم تا دلتون بخواد به مردم عرضه میکنند. این از ایران اینترنشنال. بریم سراغ علی جوانمردی، شارلاتان معروف. کاری که این از ابتدای تقریبا امسال کارشو شروع کرد، از همون تقریبا ابتدای جنگ، بعد از جنبش دیماه رو از دست دادن که بیان مسخره بازی در بیارن، اونجا حضور نداشتن، ولی بعدش البته اومدن. بعدش شروع کردن به این که در داخل رهبری وجود نداره، رهبر در داخل که نیست، در خارج هم نیست. اصلا جنبش پادشاهی خواهی رهبر نداره. بلافاصله بعد از 18 و 19 دی که میلیون ها نفر به خیابون اومدن با عکسای شاهزاده، تلویزیون قبیله گرای علی جوانمردی اومد به میدان با اینکه نه، اینا رهبر ندارن. منتها دیگه روش نشد مثل علی افشاری بگه که اینا همش ساخته است، AI. نادیده میگیرن. بخش عمده‌ای از گردهمایی‌های مخالفان رو هم در این دوره جنگ نادیده گرفتند، بخش عمده‌اش رو. حالا 1-2 تا رو ممکنه در DC، اونم گردهمایی‌هایی که قاطی هست، هم جمهوری خواه هستن هم پادشاهی خواه هستن، اونها رو پوشش داده باشن، ولی بناشون بر این نیست. بخش عمده، چون عکس شاهزاده درش دیده میشه، اصولاً کهیر میزنه علی جوانمردی اگر بخواد گردهمایی رو نشون بده که توش عکس شاهزاده زیاد باشه، بنابراین نادیده میگیرن. میدان در این یه برنامه هم دارن به اسم میدان. میدان در این بوق عمدتاً در دست قبیله گراه هست. من فکر میکنم تک تک اعضای شورای مرکزی کمله و حزب دموکرات و اینا تو برنامه‌های اینا حضور پیدا کردن. دیگه روشون نشده که 10 بار اینا رو بیارن، ولی آوردن در دوره‌های مختلف. البته برای اینکه بگن ما فقط قبیله گرا نیستیم، از مجاهدین خلق هم دعوت میکنن، از برخی از پادشاهی خواهای سست عنصر هم که حالیشون نیست که کجا شرکت میکنن، در این برنامه‌ها استفاده میکنن. نمیدونن که این تلویزیون اصلا درست شده ضد برای علیه پادشاهی خواهی، علیه پهلوی. این تلویزیون بخش عمده فانکشنش همینه، کار دیگه ای نداره. کسایی که دعوت میکنه، موضوعاتی که انتخاب میکنه، عمدتاً همین ها هست. متاسفانه قبیله گرا البته از جنس‌های دیگر هم هستن، از بلوچ‌ها، از ترکمن‌ها، از دیگران هم میارن برای اینکه نشون بدن که نه، ما فقط قبیله گرای کرد رو قبیله گرای کرد نیستیم، ما هر گونه قبیله گرا هستیم. هر قبیله‌ای که باشه در ایران ما سعی میکنیم پوششش بدیم.
صداهای مخالف جنگ هم در این بوق منعکس میشه، البته بدون حضور طرف مقابل. یک نمونهش مصاحبه فهیمه با مسیح علی نژاد. مسیح علی نژاد که از اون شارلاتان‌های درجه یک که بستگی داره که کجا دعوتش کنن، بستگی داره کجا باشه، حرفای مورد نظر اونها رو میزنه. بره صدای امریکا میشه ضد جنگ، یه جایی دیگه دعوتش کنن طرفدار جنگه. تبلیغات این یه رسانه‌ای است که پولش رو مردم امریکا میدن دیگه. یکی از کارهایی که باید میکرد در این دوره جنگ خنثی کردن تبلیغات رژیم بوده. اصولا در برنامه اینها وجود نداره، چون قبیله گرایی جایی نمیگذاره و بعد هم برنامه سازی برای زدن شاهزاده رضا پهلوی و هم طرفدارانش جای دیگه ای نمیگذاره که شما برید سراغ جمهوری اسلامی. دیدگاه‌های امریکایی طرفدار جنگ اصولا در این برنامه حضور نداشتند. در این برنامه‌های این بوق در واقع دزدیده شده از مردم و سارق مالیات امریکایی ها دیده نمیشد. وصیت‌نامه‌های جاویدنامان طرفدار پادشاهی اصولا در این برنامه پخش نمیشه، اما وصیت‌نامه مجاهدین خلق پخش میشه. اگر کسی به دست جمهوری اسلامی کشته بشه، مجاهدین خلق باشه، وصیت‌نامه‌شو میخونن. ولی هزاران جاویدنام هست، قصه دارن، وصیت‌نامه دارن که اونایی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بودن، اینا برای اینها خیلی اهمیتی ندارند. حالشون نمیشه البته که مردم این تفاوت‌ها رو میفهمن. اون کسی که اونجا درگیره، علی شارلاتان و فهیمه پادوش، اونها متوجه نیستن که مردم اینها رو میفهمن، نگاه میکنن، متوجه میشن، میزنه بیرون. هر چقدر هم بخوان بازی در بیارن و یه کارهای دیگه بکنن که نمایش بدن که ما همه طرفا داریم گزارش میدیم، بعد هم مسخره. هر جلسه میان میگن ما شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کردیم بیاد اینجا بشینه در کنار بقیه. میخوان 2 مرتبه جورج تاون درست کنن در صدای امریکا، بیاد در کنار بقیه، از همه سوال میکنیم، ازشون هم سوال میکنیم. خب معلومه که طرف نمیاد. شما اگه بخواید بازجویی کنید بعدم نمایش بدید، یعنی نمایش تنوع نیست، معلومه طرف نمیاد. گرد همایی‌های چند ماهه ایرانیان غیر از موارد استثنایی در طرفداری از جنگ، یا البته طرفداری از جنگش عمدتاً با پرچم‌های شیر و خورشید نشان و عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی اومدن. و معلومه که اینا رو گزارش نمیدن. عین BBC. بوق دولتیه. بوق دولتی منابع مردم رو برای اطلاع رسانی در مورد مردم کوچه و خیابان استفاده نمیکنه. بوق دولتی دست اون کسیه که اونجا نشسته. علی جوانمردی، بالا سرش هم اون خانم کریلی که بیورزه بیلیاقت، در همه زمینهایشون بیلیاقت و بیورزه بوده. 2-3 مرتبه ران کرده برای آفیس، شکست خورده. اون هم در جوامعی در بخش جنوب امریکا که خب آقای ترامپ معمولاً با فاصله خیلی زیاد رقباش رو میبره، ایشون شکست خورده برای اینکه رفوزه است. آدم رفوزه میشه. بریم سراغ آخری و بیت گلناز. بیت گلناز هم یه بودجه سالی حدود $10 میلیون دارن میدن اونجا. ایشون مدیر اونجا نیست، مدیرش از BBC آوردن، ولی آدم بیلیاقتی است که معلومه که در دست گلناز اداره میشه، دست لابیه. پوشش کامل مطالب ضد دولت ترامپ و اعضای لابی رو اینها بر عهده دارند. به عنوان اینکه رسانه آزاده هر غلطی دلشون بخواد انجام میدن. علی افشاری هنوز یادداشت نویسه. از سال 2018 که من با اینا خداحافظی کردم، الان حدود چند سال میگذره، شاید حدود 8 سال میگذره، عمده کسانی که اونجا یه وقتی چیزی مینوشتن همه اینها یکی یکی رفتند یا بیرونشون انداختن، ولی علی افشاری همچنان در ارتباط هست، چون یک پیوند آسمانی میان لابی و چپ ها وجود داره. البته لابی با اسلامگراها هم، یعنی عروس چند داماده، هم با چیز هست لابی، هم با چپ ها خیلی رابطه خوبی داره، هم با اسلامگراها. علت اصلیش هم اینه که اونها بسیاریشون استمرار طلبن، در استمرار طلبی اینها با هم نزدیک هستند. پوشش فعالیت‌های ضد جنگ رو هم انجام دادن آقا خانم گلناز اسفندیاری و بیتش.
و حضورهای خیابانی ایرانیان هم مثل BBC و صدای امریکا چندان در اینها دیده نمی شود. در این زمینه البته باید به اینترنشنال این امتیاز رو داد که بسیاری از این گردهمایی ها رو گزارش میده. در اون زمینه تا حد زیادی کارشون رو انجام دادن، کار رسانه‌ایشون رو، خبریشون رو. در پوشش رخدادهای جنگ هم اینها کوتاهی‌های جدی دارند. این بیت گلناز، خلاصه این 4 بیت به معنای از بیت رهبری خامنه‌ای استفاده می‌کنم، نه بیت به معنای شعر. این 4 بیت، بیت گلناز، بیت علی، بیت محمود و بیت واسم، اینها همه رفوزند در گزارش آنچه که در این جنگ ما در 39 روز باش مواجه بودیم. بالاخص دولتی‌هاش، بالاخص دوتاش که دولتی بودن و امریکایی بودن، باید در خدمت تبلیغات دولت امریکا قرار می‌گرفتند. حداقل انتظار میره دیگه که شهروند امریکایی داره پولشو میپردازه، یا اینکه تبلیغات جمهوری اسلامی رو خنثی کنن. چنین چیزی در برنامه‌هاشون دیده نشده است. بارها در این سخن آخر بسیاری از دوستان برای من می‌نویسند، در ذیل ویدیوها، در اکس، در جای دیگه پیام میگذارن، اظهار نظر میکنن که آقای محمدی شما چرا در این رسانه‌ها شرکت نمی‌کنید؟ من حضور پیدا نمی کنم چون اینها بوقند، اینها رسانه نیستند. در دوره‌های مختلف من با اینها خداحافظی کردم. یکی دیدم چند روز پیش نوشته بود که آقای محمدی رو این رسانه‌ها بایکوت کردند. دروغه، حرف دروغی است. هر کسی گفته باشه. البته خود من دیدم که آقای فریدون صدیقی از همکاران سابق رادیو فردا گفته بود این رو، ایشون حالیش نیست، دروغ میسازه. و خب این اهالی رسانه ها در دروغ سازی بسیار خیلی استادند. هیچ رسانه‌ای من رو بایکوت نکرده در سالهای گذشته. خود من رأساً با اراده تصمیم گرفتم که با اینها همکاری نکنم. رادیو فردا از سال VOA از سال 2014، BBC از حدود سال 2016 در برنامه‌شون شرکت نکردم، رادیو فردا از 2018 و اینترنشنال هم از 2024. بسیاری از اینها در دوره‌های مختلف به من زنگ زدن، همچنان من در برنامه‌هاشون شرکت نمی‌کنم چون اینها بوق هستند. یه عده تصور می‌کنن که هر کسی که در امور سیاسی حرف میزنه این عاشق دیده شدن در برنامه‌های تلویزیونی هست. حالا من شاید مثلا 20 سالم بوده، 25 سالم بوده، بعدم نمی اومده، ولی دیگه در این سن نه. البته شاید حدود مثلا شاید 10-15 سال هست که کلاً پریده. اگر علاقه هم یه دوره‌ای بوده، من دیگه برام امر عادی است، اصلا برام اهمیتی نداره. مهم این است که آدم بتونه پیامش رو از مسیرهایی به مخاطبان منتقل کنه. هر چقدر این مستقل‌تر، اگر در این دوره خوشبختانه یوتیوب هست، اکس هست، اینستاگرام هست و می شود این پیام ها رو منتقل کرد، در این چارچوب می توان عمل کرد. بدرود و تشکر از اینکه به این برنامه ها توجه می فرمایید.